سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیچینی کوفشینچیک با سیب تیار میکنیم. پیچینی ما بنهایت کم خرج، با لذت و پیساچنی می باشد. محصولات به ما لازم است 200 گرم آرد، 100 گرم روغن مسله خنک، یک دانه تخم، 5 گرم رزرخلیتل، 3 دانه سیر و ساخرنی پودره. ما در اول آرد مسله را ریزانک میکنیم. خوب ریزانک کردن و اکنون تخم و رزرخلیتل را همراه کرده خمیر میکنیم. چگونه میبینید خمیر ما به نهایت ملایم روغنین تیار شد. اکنون خمیر را به زبالچه ها تقسیم میکنیم. ما مثل چهارمغز زبالچه میگیریم همیشه با یک شکل. من زبالچه ها را تقسیم کردم و اکنون برای باز هم با لذت‌تر و پیساچنی شدن پیچینی من خمیر را به مدت 20 دقیقه به یخدان میگذاریم. با دم گرفتن خمیرمان سیب را تازه میکنیم. من سیب را تازه کردم و اکنون به 4 قسم تقسیم میکنیم. سیب شما کلانتر باشد میتوانید 6 قسم تقسیم کنید. پارا تازه کردم. شروع خمیر ما هم دم گرفت و اکنون زبالچه ها را میکشاییم. ما زبالچه ها را بسیار کلان میکشاییم. و اکنون یک قاشقچه شکر سیب را گذاشته خوش رو محکم میکنیم. طرزی محکم کردن. طرزی محکم کردن سخت محکم میکنیم تا که گشاده نشود. طرزی پیچانیدن همش را زیر میکنیم. من همه پیچینی ها را کشادم و اکنون به حرارت 200 درجه و مدت 15-20 دقیقه به تفتان میگذاریم. ما هم پخت و اکنون آن را ساخرنی پودره میکنیم. ما اکنون ساخرنی پودره میکنیم. ما در گرمیش میکنیم برای اینکه بسیار خوشرو پودرش را میقپد و تماما دیگر نمیریزد. چگونه میبینید پیچینی های ما به نهایت خوشرو تیار شدن و اکنون درونش را میبینیم چقدر تیار شده است. چگونه میبینید سیبای درون پیچینی ما مثل شفتالو تیار شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.